یکی از مهمترین مشکلاتی که انسان امروزی میتونه باهاش دست و پنجه نرم کنه افسردگیه. با این حال که خیلی رایج و خیلی هم فلج کننده است، هنوزم خیلی درک درستی ازش ندارن یا زمانی که باهاش درگیر میشن نمیتونن درست به اون شکلی که باید به خودشون کمک کنن. و خب اگرم یکی از نزدیکانشون باهاش درگیر باشه، معمولا خیلی درست بلد نیستن که چطور میتونن کمک کنن، چه حرفایی ازشون برمیاد و نمیتونن به اون شکلی که باید به اون فرد کمک کنن. البته به غیر از حرفای کلیشه‌ای و گاهن اشتباه که تو بهترین حالت هیچ کمکی نمیکنه و تو بدترین حالت گاهی حتی میتونه فرد مبتلا رو بدتر کنه یا آزرده خاطرش کنه. من خودم زمانی که با این مشکل درگیر بودم، با مطالعه یک سری کتاب تونستم یه کوچولو خودم بکشم بالاتر و حال خودم رو بهتر کنم. تو ویدیوی امروز میخوام یه سری کتاب بهتون معرفی کنم که اگر با مشکل افسردگی درگیرید، مطالعهشون به نظر من میتونه بهتون کمک کنه. درود، من آتوسام و اینجا آبی بی صداست. امروز قراره با هم یک سفر تازه به دنیای کتابا داشته باشیم. بذارید ویدیو رو با نظر خودم به عنوان کسی که افسردگی مدت زندگیشو فلج کرده بود شروع کنیم. ببین، شما زمانی که درگیر این مشکل میشی، حوصله حرفای مثبت نداری. اینکه وقتی حوصله زندگی رو نداری، یه کتاب بگیری دستت که بهت میگه پاشو، انگیزه داشته باش، نمیدونم رخت خوابتو مرتب کن، صورتتو بشور، زندگی درست میشه، این قرار نیست بهت کمک کنه. به من نتونست کمک کنه واقعیت. شما تو حالتی هستی که حموم نمیتونی بری، مسواک نمیتونی بزنی، از رخت خوابت ممکنه زوری مجبور باشی بلند شی، حتی ممکنه افکار آسیب زدن به خودت رو داشته باشی. از نظر من کتابای افسردگی، تازه اگه زرد نباشن، زمانی میتونه بهت کمک کنه که شما حداقل تا وسطای چاه افسردگی خودتو کشیده باشی بالاتر، انگیزه و انرژی مطالعه این کتاب رو داشته باشی، انگیزه کافی واسه به کار بردن توصیه‌هاش، آموزشاش رو داشته باشی. من خودم زمانی که ته چاه افسردگی بودم، انرژی کافی واسه حتی مطالعه این کتاب‌ها رو نداشتم، چه برسه که بخوام به کار بگیرمشون. در مقابل ما یک سری رمان داریم که شخصیت اولش مثل من خواننده الان با افسردگی درگیره و ممکنه حتی قصد داشته باشه که زندگیش رو تموم کنه، ولی تو طول داستان نظرش راجع به زندگی تغییر میکنه. البته خیالتون راحت باشه، کتابایی که من معرفی میکنم دیدگاه زیادی مثبت نگرانه و احمقانه‌ای به زندگی ندارن. حداقل از نظر من واقع بینانه و منطقی نگاه میکنم به مسائل. از نظر من مطالعه رمان راجع به افسردگی زمانی که شما با این مشکل درگیری دو تا مزیت داره. اولیش اینه که شما میخونی یا آدم دیگه دقیقاً درد شما رو داره، فهمی یکی هست که میفهمتت، درکت میکنه و همین همدردی یه مرهم کوچیکی روی دردت میذاره. دومی که به نظر من مهمترم هست، رمان‌ها به نسبت کتاب‌های روانشناسی احساسات و روان خواننده رو خیلی بیشتر به خودشون درگیر میکنن. تو دقیقاً همون احساسات شخصیت اصلی رو تجربه میکنی، تو سفرش باش همراه میشی و با هم به اون پایان گاهن خوش میرسید. این باعث میشه که رمان خود به خود بهتون کمک کنه، یعنی به خودی خود روی نظرتون راجع به زندگی، نقطه نظرتون تا حدودی تاثیر بذاره. پس حداقل از نظر من در زمان افسردگی مطالعه رمان میتونه مفیدتر و جذابتر از مطالعه کتاب‌های روانشناسی حالا دیگر کتاب‌ها باشه. حالا من موقع تحقیق واسه این ویدیو با این موضوع میشه گفت احمقانه مواجه شدم. شما اگر عباراتی مثل کتاب برای افسردگی یا عبارات مشابه رو سرچ کنی، تقریبا تمام مقالات صفحه اول فقط به کتاب‌های روانشناسی و گاهن زردی اشاره میکنن که توی اسمشون، توی اسم کتاب، تو تایتل کتاب گفته که ما راجع به افسردگی صحبت میکنیم. دلیل اینکه این لیست ها اشباع شدن از کتاب‌های تکراری روانشناسی اصلا این نیستش که ما رمان حال خوب کن نداریم یا کم داریم. به نظر من دلیلش اینه که این کار ساده است. کتاب‌های روانشناسی یا کتاب‌های زرد و کتابای آکادمیکی که واسه بچه‌ای که تو رشته روانشناسی دارن تحصیل میکنن نوشته شدن، بله بود واقعا توی سری لیست همچین کتاب‌هایی. اینا زیاد پیش میاد که به آدمایی که افسردگی ندارن یا انگیزه برای زندگی ندارن نتونن درست کمک کنن، چون اون فرد حتی ممکنه حوصله‌اش نکشه که 100 صفحه اول رو بخونه. پس من تصمیم گرفتم به جای تکرار اون لیست ها رمان‌هایی رو بهتون معرفی کنم که فکر میکنم مطالعهشون در زمان افسردگی میتونه بهتون کمک کنه، چون میگم
به خودم تونسته کمک کنه قبلا و امیدوارم واسه شما هم نتیجه مشابه داشته باشه. به نظر من حداقل بین کتابایی که تا الان خوندم بهترین کتاب برای آشنایی با چهره واقعی افسردگی کتاب مغازه خودکشیه. داستان ما یک دیستوپیا رو به تصویر میکشه، جایی که انقدر افسردگی و خودکشی رایجه که یه سری مغازه وجود دارن که تجهیزات لازم برای انجام انواع خودکشی رو میفروشن. تو طول داستان ما با شخصیت‌های مختلف همراه میشیم، داستانشون رو میخونیم و گاهن حتی بهبودشون رو هم میبینیم. ولی پایان کتاب عمدن شوکمون میکنه. این کتاب تو طول داستان شما رو با اون ورژن از افسردگی که فکر میکنی تنها ورژن رایجش همراه میکنه، ولی بعد با پایان غیر منتظرش اون چهره واقعی تر، کمتر کلیشه‌ای که افسردگی رو عملا میکوبه تو صورتت. پس مطالعه این کتاب میتونه درک درستی راجع به چیزی که افسردگی واقعا هست به ما بده. همون اول ویدیو توضیح دادم که چرا به نظر من رمان‌ها بهتر از کتاب‌های روانشناسی میتونن تو این دوره به ما کمک کنن. الان میخوام چند تا کتابی که تو اون دوران به خودم کمک کردن رو بهتون معرفی کنم. این کتاب‌ها مستقیما راجع به فردی که با افسردگی شدید درگیره نوشته شدن و مطالعهشون میتونه روی نقطه نظرتون راجع به زندگی تاثیر مثبتی بذاره. اولین کتاب ورونیکا تصمیم میگیرد بمیرد، اثر آقای پائولو کوئیلو. از اسمش هم مشخصه شخصیت اصلی دختری به اسم ورونیکاست که تصمیم میگیره به زندگیش پایان بده. کتاب راجع به آدمیه که هیچ دلیلی برای ادامه دادن زندگیش نداره، ولی بنا به دلایلی مجبور میشه که دوباره با مفهوم زندگی روبرو بشه و بهش فکر کنه. فقط بچه‌ها من یه اشتباهی کردم که میخوام مطمئنشم شما انجامش نمیدید. این کتاب رو از نشر آذرمیدخت نخرید. انتشارات خیلی بهتری چاپش کردن. برید از اونها تهیه کنید. اگرم خودتون مطالعهش کردید و نشر خوبی رو میشناسید که روی این کتاب کار کرده، لطفاً توی کامنت ها بهمون معرفیش کنید. کتاب دوم که فکر می‌کنم معروف‌تر هم باشه، کتابخانه نیمه شب. این کتاب هم مثل قبلی راجع به دختریه که تصمیم میگیره به زندگیش پایان بده و این تصمیم اون رو وارد یک ماجراجویی میکنه که باعث میشه زندگیش رو جور متفاوتی ببینه. بیشتر از این توضیح نمیدم، ولی در واقع بیشتر این کتاب بود که نظر من و دیدگاه من رو راجع به زندگی عوض کرد و حالم رو بهتر کرد. مطالعهش گاهی به خاطر اینکه زیاد واقعی میشد و انگار داشت راجع به خودم صحبت میکرد سخت میشد، ولی خوشحالم که مطالعهش کردم و مطالعهش رو واقعا بهتون توصیه میکنم. تو این قسمت از ویدیو میخوام کتابایی رو بهتون معرفی کنم که مثل دوتای قبلی مستقیما راجع به افسردگی نیستن یا هستن ولی به اون شکل روش تمرکز ندارن، ولی به هر حال مطالعهشون حال خوب کنه. اونا راجع به افسردگی بودن، ولی این یکی‌ها راجع به بعد از افسردگی بلند شدن و ادامه دادن. اولیش عزیز دلم به کتاب فروشی هیونامدون خوش آمدید. ویدیوش هم رو کانال آپلود شده. این کتاب راجع به ساختن زندگیمون بعد از فروپاشی و بلند شدن بعد از زمین خوردنه. به خیلی از مشکلات زندگی بزرگسالی هم با دیدگاه باز و نگاه واقع بینانه‌ای نگاه میکنه. به نظرم به شدت کتاب آرامش بخش و حال خوب کنیه، ولی چون ویدیو قبلی دقیقاً راجع به همین کتاب بوده خیلی راجبش صحبت نمی‌کنم که حرفای اون ویدیو رو دوباره مجبور نشم تو این ویدیو تکرار کنم، حوصله‌تون رو سر ببره. ولی من مطالعه این کتاب رو به هر جنبنده باسوادی روی این کره خاکی پیشنهادش میکنم. واقعا جدی بخونیدش. کتاب دوم کتاب فروشی موریساکی با اسم روزها در کتاب فروشی موریساکی هم چاپ شده. جفتشون یکیه. تاکاکو بعد از به هم ریختن زندگیش تصمیم میگیره که بره طبقه بالای کتاب فروشی عموش زندگی کنه. این کتاب راجع به شروع دوباره و قدرت شفابخش کتاب‌ها صحبت میکنه. به من نشون داد که مطالعه کتاب درست تو زمان درست میتونه چقدر روی زندگیم تاثیر بذاره و البته تاثیر آدمایی که دوستت دارن و بهت اهمیت میدن رو توی روزای سخت زندگی بهم نشون داد. کتاب سوم در کتابخانه پیداش خواهی کرد. تو ویدیو قبلی گفتم عاشق کتابایی ام که راجع به کتابان، گفتم تو این ویدیو ثابتش کنم. این یکی هم خیلی به من کمک کرد. راجع به یه خانم کتاب داره که با معرفی کتاب درستی که اون آدم اون لحظه بهش نیاز داره و گاهن حتی خودش هم نمیدونه باعث میشه زندگیش تو مسیر درستی بیفته. اونم وقتی که زده جاده خاکی. هر فصل راجع به یک شخصیته و ما رو با داستان متفاوت همراه میکنه. و ببین کلا خوبی کتابایی که چندین تا شخصیت دارن اینه که تعداد زیادی از چالش‌ها و مشکلات رو پوشش میدن و این کتاب یکی از همون کتاباست. یعنی فکر میکنم هر کس که بره سمتش دست پر برمیگرده. یکی از تاثیراتی که این کتاب روی من گذاشت این بود که بهم فهموند که اگر رویای انجام کاری رو دارم باید شروع کنم انجامش بدم و نباید منتظر شرایط ایدئال باشم. شرایط ایدئال رو توی مسیر میتونی کم کم فراهم کنی، ولی با منتظر شرایط ایدئال بودن شما
شما فقط داری انجام اون کار رو به عقب میندازی. خب اوکیا رو گفتیم، نوکیا رو هم بگیم. یه سری کتاب هستن که غم رو توضیح نمیدن، تجربه میکنن. شخصا وقتی میرم سمتشون ناراحت میشم، اذیت میشم و به نظرم ممکنه تو شرایطی مثل افسردگی مطالعهشون بهترین انتخاب نباشه. نه که کتابای بدی باشن، اتفاقا چون خیلی تو به تصویر کشیدن غم خوبن، به نظرم بهتره وقتی اوکی نیستید نرید سمتشون. اولین گروه کتابایی هستن که راجع به تجربه عمیق افسردگی صحبت میکنن و نجاتی هم توش ندارن. مثل کتاب 13 دلیل برای اینکه. این کتاب به واسطه یه سریالی که از روش ساختن خیلی معروفه، فکر میکنم با داستانش آشنایی داری. هانا دختر نوجوانیه که تصمیم میگیره زندگیش رو تموم کنه و قبلش دلایلش رو توی 13 تا نوار ضبط میکنه. این 13 تا نوار هر کدومشون راجع به یکی از افرادیه که باعث شدن هانا در نهایت این تصمیم رو بگیره و قراره که این نوار رو دست به دست شن و اون افراد با نتیجه تاثیر رفتارشون روی آدمای دیگه مواجه بشن. کتاب من برای نشر میلکانه و آخرش پایان اولیه منتشر نشده که در نهایت بنا به دلایلی عوض میشه و یه سری از صحبت‌های نویسنده رو چاپ کردن. اضافه بر خود داستان یه سری صحبت از نویسنده هم چاپ شده. نویسنده توی اون صحبت‌ها میگه که چون زندگی هانا خیلی سخت بود، تجربه سختی داشت، ولی بازم با این حال امیدوار بودن که زنده بمونه و ادامه بده. این باعث شده به این نتیجه برسن که پس زندگی خودشون هم ارزش ادامه دادن داره. و ببین این برداشت خیلی خوبه ولی کاملا در تضاد با تجربه شخصی من با این کتاب. خود من این کتاب رو زمانی که افسرده بودم خوندم و ببین حالمو خیلی بدتر کرد. حتی باعث شد افکار خودکشی بیاد تو سرم، با این حال که قبلش اصلا در اون حدم حال من بد نبود. این نتیجه گیری طبق تجربه شخصی من حداقل خیلی خوشبینانه است. احتمال اینکه فضا و اتمسفر غمگین کتاب روی یه سری تاثیر بدتر بذاره خیلی زیاده. واسه همینم به نظر من مطالعه این کتاب رو بندازید واسه زمانی که حالتون خوبه. دسته دوم کتاب‌های عاشقانه غمگینن، مثل بخت پریشان یا کتاب سم هستم بفرمایید. و حالا کتابایی که به یه نحوی به احساسات آدم آسیب میزنن، مثلا کتاب هر دو در نهایت میمیرند یا جلد دومش اولین نفری که در نهایت میمیرد. ببین این کتابا مشکلشون اینه که غم رو خیلی طولانی میکنن. یعنی شما کل مدت داستان تو کل مدت کتاب داری با این غم دست و پنجه نرم میکنی و همین اثرشون رو خیلی ماندگارتر میتونه بکنه. مطالعه این کتابا تو حالت عادی آدمو ناراحت میکنه و تو افسردگی به نظرم میتونه خیلی نرم حالتون رو بدتر کنه. موقع تحقیق واسه این ویدیو من یک مقاله خوندم که کتابایی مثل برادران کارامازوف یا سقوط، جنایت و مکافات اینا رو معرفی کرده بود. ببینید این کتابا شاید تصویری از نقطه نظر افراد افسرده بسازه، شاید برای آشنایی با حال و هوای افسردگی مناسب باشه، ولی روایت اصلیشون هم متمرکز بر این موضوع نیست، هم ممکنه مناسب اون دوران نباشه اصلا. مهمه که بدونیم این کتابا چون خودشون محیط افسرده کننده‌ای دارن، هر کدوم به یک معضلی میپردازن، به یک موضوعی میپردازن که میتونه روی نقطه نظرتون تاثیر منفی بذاره، شاید خیلی مناسب افرادی که درگیر افسردگی‌ان نباشن. چون فضاسازی خیلی قوی هم دارن، ممکنه باعث بشن که دنیا تو دیدتون تاریک‌تر بشه. کلاً سمت نویسنده هایی که راجع به پوچی و مزخرف بودن دنیا مینویسن، مثل کامو، کافکا، صادق هدایت، داستایفسکی، اگر هم سمت اینا میرید با احتیاط برید، چون در صورتی که جذب کتاب بشید اتمسفر قوی داستان قطعاً روتون تاثیر میذاره، مگر اینکه میگم از کتاب خوشتون نیاد جذبش نشید، هیچ تاثیری نتونه روتون بذاره. البته که همین نویسنده ها عملاً شاهکار خلق کردن، هم کتابای دیگه‌ای که معرفی کردم خیلی خوبن تو سبک خودشون. من نمیگم سمت اینا نرید، به هیچ عنوان همچین ظلمی نمیکنم در حقتون، فقط میخوام بگم که حداقل طبق تجربه شخصی من مطالعهشون در زمان افسردگی میتونه بدترتون کنه. واسه همینم منطقی از نظر من اینه که زمانی که حالتون اوکیه بشینید پاشون که تجربه خیلی جذابتری هم براتون بسازن این شکلی. من نمیگم که این کتابا رو نخونید، میگم به وقتش برید سراغشون. موقع تحقیق واسه این ویدیو دیدم که یه سری کتابای زرد رو دارن به هم معرفی و توصیه میکنن و خب لازم میدونم راجبش صحبت کنم. ببینید مغز ما زمانی که افسرده است دنبال تسکین فوری و کمتر کردن درده، نه کمک واقعی و منطقی که خب طبیعتا زمان بیشتری هم میبره. در نتیجه ما توی این دوران خیلی راحت‌تر میتونیم تو دام کتاب‌های زرد بیفتیم. وقتی که میگم کتاب زرد، منظورم کتابیه که به جای کمک کردن واقعی، به جای داشتن پشتوانه علمی، به جای پله پله جلو رفتن واسه حل مشکل، ریشه یابیش، میاد به شما میگه تو خواستی، کائنات عاشقته، بعد 5 صبح پاشو خدا میشی و بعد یه راه حل 10 روزه میذاره جلو پات واسه حل کردن مشکلی که شاید 1 سال تلاش واقعی زیر نظر متخصص لازمه برای اینکه شما بتونی واقعا حلش کنی. یعنی کتاب اصلا از ریشه قرار
نیست جواب بده، فقط قراره توهم جواب دادن رو توی سر شما خلق کنه. و وقتی که شما میبینی کتاب جواب نداده، حالا ممکنه بدتر بشه، چون فکر میکنی مشکل از خودته. مثلا چه میدونم، فکر میکنی ارتعاشات منفی رو جذب کردی، به اندازه کافی تلاش نکردی، در صورتی که این کتاب اصلا به تلاش شما بستگی نداره. قرار نیست جواب بده، متخصص ننوشتتش که بتونه کمکی بهت بکنه. حالا اگر هم اتفاقی جواب بده یا این توهم رو تو سرت ایجاد کنه که داره جواب میده و داره حال تو رو واقعا بهتر میکنه، شما خرافاتی میشی. دو سر ضرره. حالا ضرر مطالعه کتابای زرد و دنبال کردن خرافه ویدیوی خودشو داره، تو ویدیوی خودش بهش میپردازیم، ولی حواستون باشه روی این حساب که حالتون خوب نیست تو دام کتابهای زرد نیفتید. کتابای زرد، کلا محتوای زرد عادیاً هم خیلی مسائل رو ساده نشون میدن. حالا شما زمانی که مغزت هم دنبال یه راه حل ساده و سریع میگرده، اینا تاثیرشون میتونه خیلی خیلی بدتر باشه و خیلی خیلی عمیق‌تر. حواسمون باشه به اینکه درد رو اگر با خرافه خفه کنیم بدتر میشه، حتی اگر خودمون در اون لحظه متوجه نشیم. کار درست درمان درده، حتی اگر تایم و انرژی بیشتری بخواد، که خب طبیعتا میخواد، ولی ارزشش رو داره. در نهایت مهمه که بدونیم افسردگی جدی‌تر از اونیه که با مطالعه 4 تا رمان بتونیم خوبش کنیم. درمان قطعیش طبیعتا به کمک متخصص احتیاج داره، ولی در کنارش میتونید اقداماتی انجام بدید که باعث بشه یه مقدار حالتون بهتر بشه، یه کوچولو از اون حال و هوا فاصله بگیرید و زندگی یه مقدار قابل تحمل تر بشه برات. و قصد من توی این ویدیو این بود که کتابایی رو بهتون معرفی کنم، رمانایی رو بهتون معرفی کنم که حداقل میتونن یه تاثیر مثبتی بذارن توی حال و هواتون. و من این ادعا رو دارم میکنم به خاطر اینکه این کتابا رو خود من قبلا اون تاثیر مثبت رو گذاشتن. نمیخوام این منظور رو برسونم که با مطالعه این کتابا میتونید افسردگیتون رو خوب کنید، چون میگم جدی تر از این صحبت هست. فقط دارم میگم که مطالعه این کتابا میتونن بهترتون کنن، چون خودم تجربهش کردم. همین دیگه، هرچی بود گفتم. مواظب خودتون باشید. تا بعد. رخت خوابتو مرتب کن، زندگی تو بشور، صورتتو بشور. دعوا نکنید. های فندق رومه میکنن. نویسنده تون صحبت ها میگه که فکر کنم دهنم کف کرده. کل ویدیو من کلم بالای میکروفون بود، گردن من میکروفون. خدا لعنت کنه این چشه کور منو. به عنوان آدمی که زیاد حرف میزنه کف میکنه، به نظرم مسیر درست